السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشتهتان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرفرازند که نگاه های گرم شما و برنامه ما نگران است. ما ایجادکاران برنامه به اداره روزنامه آواز تاجیک تشریف آوردیم. خواستیم شما را با وضعیت امروزی روزنامه و نقشه های روزنامه نگاران در این سال نو آشنا سازیم. ما را همراه باشید. هر یک خلق و ملت را سرچشمه معنوی می باید، زیرا به اغذای معنوی عقلها خیره می گردند و خیرگی عقل ملت را سوی زوال می برد. منبع اساسی معنوی البته کتاب است، اما جریان امروزی زندگی را به واسطه های اخبار عاموی نیست تصور کردن غیر امکان می باشد. شرایط کنونی تقاضا دارد که انسان هم قدم زمان گردد، از عالم و حوادث آن دائما خبردار باشد. گذشته از این سالهای آخر در مملکتمان دیگرگونی‌های عظیم رخ می‌دهند که از آنها بیخبر ماندن غایت غافلی است. ما تاجیکان ازبکستانی شکرگزاریم که در جمهوریمان روزنامه‌های تاجیکی نشر می‌شوند. یکی از آنها که حال حاضر یگانه روزنامه عمومی جمهوری است و با واسطه کوشش استاد صدرالدین عینی و همصفان او هنوز از سال 1924 تشکیل یافته بود، آواز تاجیک است. ما میدونیم که در تاریخ چگونه ژورنال و گازیت و دیگر نشریه ها بسیار مدت‌های کوتاه چاپ شدند و اما بسیار خوشبختانه و به بخت همه همزبان‌های ما، هم ملت‌های ما در ازبکستان این روزنامه وجود دارد. برای همین من فکر میکنم که این یک مره است که من با این مناسبت تمام هواداران خوانندگان آواز تاجیک تبریک میگم که هر یکتشان این روزنامه را به دست گرفته تا امروز بسیار از آنها صادق‌ترین خواننده‌های آواز تاجیک باقی ماندند. آواز تاجیک همیشه به شعار خود صادق مانده است. در این طول 10 ساله ها روزنامه همیشه هدایتگر و منادی دوستی و برادری مملکت‌ها و ملت‌ها را شعار اساسی خود انتخاب کرده است. برای همین بیهوده ما از شیخ سعدی شعاری که استاد شیخ سعدی گفته است بیهوده نگرفتیم، بنی آدم اعضای یکدیگرند. یعنی از بس که شعار آواز تاجیک همین است، ما همیشه همین شعار را رعایت کردیم و همیشه دوستی و صداقت به وطن، صداقت به ملت، صداقت به مدنیت، صداقت به دیار خود همیشه شعار اساسی و مندرجه اساسی آواز تاجیک را تشکیل کرده آمده است. این روزنامه راهی پرشرف را پسی سر نموده برای تشکل یافتن صنف زیایی تاجیک، ژورنالیستیکی تاجیک در ازبکستان سهمی ارزنده دارد. آواز تاجیک برای هر یک تاجیک ازبکستانی باید مایه افتخار باشد، زیرا این روزنامه سرچشمه معنویت و معرفت تاجیک زبانان جمهوری ماست. عمر عینی از برای خلق صرف خامه شد. خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. شکرانه آن میگویم که در یک دولت صاحب استقلال حیات به سر میبریم. طی سال هاست که با روزنامه دوست داشته خود آواز تاجیک همه ساله نامنویس میگردیم. آخرهای سالهای 78 عصر گذشته این جانب هم شد مشتری من به این روزنامه سر و کار دارم و پیوسته آن را مطالعه می نمایم. باعث خرسندی است که توسط این روزنامه پسندیده تمام موادهای درکاری که ضروری که بهر آموزگاران تاجیک جمهوری ازبکستان ضرور است با زبان مادری نشر می‌گردد و از نویگری و دستورهای متدی عاید تعلیم و تربیت اهل آموزگاران با خبر می‌گردند. در حد و سرحدشناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطن دار است او، تا وطن دارد بسیار است او. حالا در مملکتمان گشاده دیلی ملی، دوستی و رفاقت بین ملت‌ها به یک رکن سیاست دولت تبدیل یافته است. علل خصوص در این ساحه کارهای به سامان رسیدند که نه تنها ازبکستانیان بلکه کل مردم آسیای مرکزی را شاد و مسرور کردند. در قطار 137 ملت و قومیت که ساکن این سرزمین شریفند، میلیون ها تاجیک زبانان نیز در راه گلگل شکوفی کشور سهم میگیرند. دانشان در دل چراغ روشن است و از همه بعد برتری تو جوشن است. روزنامه ما
روزنامه آواز تاجیک قریب 100 سال است که به بیداری سیاسی مردم خدمت میکند. برای صاحب معرفت گردیدن آنها، برای رواج یافتن زبان آنها، برای رشد عنعنه‌های ملی سهم خود را میگذارد در آینه یگانه‌ای که نامش ازبکستان است. از سالهای تأسیسش روزنامه آواز تاجیک یک رسالت خود را به ترویج و ترغیب ادبیات تاجیک و ادبیات ازبک سهم گذاشته است. در اطراف همین روزنامه بسیار ادیبان استعداد خود را صقل دادند. ما از این بسیار هم سپاسگزاریم که حکومت همیشه دستگیر روزنامه ما است. زبان یکی از والاترین ارزش‌های انسانی، یعنی واسطه است که تاریخ و فرهنگ ملت و خلقیت‌های گوناگون توسط آن به جهانیان معرفی می‌گردد. دیگر خیلی افاده نماییم هیچ ملت به زبان ملی وجود داشته نمی‌تواند. از این رو استاد صدرالدین عینی در یک از شماره‌های اولین روزنامه آواز تاجیک گفته بود که قومی که روزنامه ندارد زبان ندارد، یعنی ملت بی روزنامه آدمی بی زبان را میماند. ولایت ما و انیقترش در ناحیه ما که اهالی 100% تاجیک زبان هستند، منسوب به ملت تاجیک هستند، گزیت آواز تاجیک را با یک شوق و مراق بلند مطالعه میکنیم و این گزیت دوست داشته ما است. در سوخ با نام خداافروز محفل داریم، محفل ادبی داریم. همان در محفل ادبی سوخ زیاده از 20 نفر ایجادکاران اشتراک میکنیم. ماهی یک بار گرد هم میاییم، از برد و باخت نوشته های خود، ایجادهای نوی خود آگاه میشویم، محاکمه میکنیم ایجادهای خود را و بسیار هم در اطراف مقاله و موادهای آواز تاجیک هم بسیار بحث و مناظره ها صورت میگیرد. آواز تاجیک این درد دل ملت تاجیک، درد دل انسان ترقی پرور جمعیت ازبکستان عزیز است. ای همزبان، اگر واقعا خویش را بشناسی و ذره خودشناسی و خود آگاهی در نهادت فروزان باشد، پس خود را به کنار مگیر، همراز و هم نفس این روزنامه تاریخی باش. باید گفت که آواز تاجیک نخستین نشریه هست که زبان خویش را تاجیکی اعلان کرده بود و محض این نشریه با نفوذ و پیدایش و تشکل مطبوعات تاجیک اساس گذاشت. روزنامه اصالت زبان تاجیک را چون نعمت بی‌بها حفظ می نماید و برای انکشاف آن سهم می گذارد. همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر، در آخر به چنین خلاصه برمی آییم. به هر خاندانی که آواز تاجیک وارد می گردد، این نشانه است از معنویات والایی داشتنی انا همین عائله و هر مشتری که امروز روزنامه آواز تاجیک را مطالعه می کند، این از آن دلالت می دهد که او قدر سخن، قدر ملت، زبان را میداند، احترام میکند و البته روز از روز دانشش فزون میگردد. ذاتش رخسار کی ساغر گیری، خانه آینه چو من درگیری، کو پر و باله کی با آن کو رسد، نامه گرفتم کی کبوتر گرفت. عشق وفا می طلبد چاره چیست، بار دل از دل نتوان برکشید. عشق وفا می طلبد چاره چیست، بار دل از دل نتوان
صورت تیفنانه داشت، بال و پری ناله به شکر گرفت، چاره به خورشید قیامت کشید، دامنی ما خشک شدن تر گرفت، عشق وفا می طلبد چاره چیست، بار دل از دل نتوان برکشید، عشق وفا می طلبد چاره چیست، بار دل از دل نتوان برکشید. از تاریخ معلوم است که هر یک ملت و قوم عید و مراسم‌های به خود خاصی دارند و مردم ما نیز در این جاده به عید و عنعنه‌های خود صاحب می‌باشند. چنانچه در فصل بهار عید نوروز آغاز سال باشد، عید مهرگان جمع آوری حاصل است که آن به فصل ترما راست می‌آید. شب یلدا باشد در ماه دکبر برگزار می‌شود که آن درازترین شب سال است. در برابر آن باز یک عیدی که مردم ما با خوشنودی جشن میگیرند، این عید ساده بوده، آن بر روزهای 31 ینور راست می آید. امروزها مردم فارسی زبان و ایرانیان، هندویان و مملکت‌های آسیای میانه و غرب از اون جمله آذربایجان و ارمنستان و گرجستان عید ساده را جشن گرفته ایستادند. عید ساده یکی از عیدهای قدیمترین خلق تاجیک بوده و مثل نوروز، ترگان، مهرگان، یلدا و آخرینش ساده می باشد. به گفت ابوریحان بیرانی آمد عید ساده 50 روز و 50 شب پیش از نوروز. این بیرونی البته این گبرو بعد از انالیز ها، سینتز ها، آموختن طبیعت، کائنات و نباتات این چنین عالم را آموخته، البته از روی استرونومی این فکر را گفته گذاشته است. می توان گفت که ساده پس از 40 شبانه روزی آمدن شب یلدا یا خود پس از گذشتن چله کلان زمستان فرا رسیده، چون گرامی داشتی قدرت‌های ملی اجدادان و بزرگ داشتی مهر استقبال گرفته می شد. عید ساده چون رمزی گذشتن سردی‌های زمستان عادتاً مژده از نزدیک رسیدن بهار می آورد. ساده ماهیتاً پیروزی روشنایی را بر تاریکی ifade نموده، با تنتنه آتش افروزی آمدن فصل بهار و مژده پیشکی نوروز را میرساند. البته ما میدونیم که در عید ساده این 10 بهمن میگویند و در همین شب روز البته ما میدونیم چله کلام میبرد و چله خرد میدرد. از خنوکی ما به گرمی گذشته، از تاریکی به روشنی گذشته شدیم. این یکی از عقیده‌های فلسفی عالمان و دانشمندان میباشند. اگر ما کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را خوانده مطالعه کنیم، اگر در همون جا درباره عید ساده فکرهای پرمضمون گفته گذاشته است. یکی از چنین فکرها
در داستان کاوه آهنگر و ضحاک دیده می شود که همون پادشاهی که زال نام دارد همون از دو کیفتش مرغ می برآمد و آن فقط مردم سر مردم را می خورد و مردم سنگ را گرفته کدام وقتی که به مر پراندنی می شوند آتش می براید. بعد از که از سنگ به سنگ زده آتش برآمد مرغ البته از بین می رود و آتش افروخته می شود. غیر از این شاعران، دانشمندان، عالمان درباره ایدی سده شعر، حکایه و فکرهای خود را بیان کرده گذاشتند. عاید به اصطلاح سده در تاریخ فکرهای گوناگون موجود باشند هم آنها به همدیگر عمومیت داشته قدیمیت این جشن را تصدیق می نمایند. مثلا یکی از دانشمندان معروف ایرانی هاشمی رضایی درباره واژه سده می نویسد که جشن سده را در بین مردم فارسی زبان به طرز گوناگون استقبال می گیرند. یکی از اصولهای عیدگذرانی چنین است: در 10مین روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردم از پگاهی بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آوردند این جشن آغاز می شود. این را یکی از نمودش همین است که بلبل پرانه، چلک بازی، لنک بازی و مانند اینها یک پاچه بازی، سنگچه بازی من همه از عنعنه‌های ایده‌های سنه به حساب می رود. اگر باز دیگر ایده عنعنه‌اش اگر در روی کورشگیری، گوشتینگیری، بدون بازی خورش جنگ کنی، بدون جنگ کنی و من این چیزها هم در همه ایدی سده دیده می شود. اگر در باید طبیعت گیم اگر در همه ایدی فصل سده سرگرده، آغاز فصل سده سرگرده، یعنی بعد از که برف ها آب شده رفته گرمی که به میان آمد گلهای صدبرگ، گلهای بنفشه، گلهای بایچیچک، گل زرد میگن و دیگر گلها مثل همین گلها میبرد و به همین مناسبت شاعر نویسندگان سرودهای گل سرخ نوشتند و مردم در مدار بایچیچک را گرفته مژده‌های تید به مردم بهار آمد، مژده‌های تید ما بهار را آوردیم گفته سرود بایچیچک را میخوانند. گر روزی سعده بزرگ درآید، گرمی آفتاب و خورشید برآید، برف و یخها همه آب شده، بغ و گرمی زمین برآید، سر زند گلی زردک، صدا دهد از شعر بایچیچک، دور زده آن هر خاندان، 50 شب و روز مردمان، شعرخوانی کنند شاعران، تیاری بینند بازیگران، روی صندلی گشاده خوان، گذاشته قند و مویز و نان، لطف نموده بر مهمان، مبارک سعده عیدتان، چشم ساران پرآب شود، جوی و رودها آبشاران شود، سار و کبک غزل خوان شود، غایب نظر هم شاد شود. در اشارت تاریخ این جشن همیشه به شکل دستجمعی و با گرد همایی همه مردمان شهر، محله و روستا در یک جا و با برپای یک آتش بزرگ برگزار می شده است. مردمان در گرد آوردن هیزم به یکدیگر شریک می شدند و این ترتیب جشن ساده، جشن همکاری و همبستگی مردمان اعتراف شده است. از شب تولید خورشید پس از 40 روز برای گرم و سوزان شدن آفتاب نیاگان ما جشن سده را گرامی می داشتند. مردم در همین دور دسترخوان می آراستند. در وقتی که دسترخوان آراستند میز را آرام می دهند با میوه های خشک و تر و تازه، از اون جمله زردالخوک، سیب، چماق و شفتالو و نهنگ زردالو و آلو و جگده و مایز و مانند اینها چیزهای خشکی هست در بالای استال پر میکنند. باز هم از شیرینی های قند، قرص، چخچخ، دیگه نه سرخ نه شیرینی هست با همین شیرینی ها پر میگردونند. دهقان ها آلات های دستی نهنگی دهقان خود را کلند، تیشه، تبر و بیل و دیگر چیزها را برای آماده کردن به فصل بهار تیار میکنند، از تعمیر برده میمونند. تگای درختان مثلا میوه‌دار را نرم میکنند تا که و از همین غذای طبیعت بهره مند شود. این صده یکی از نشانه‌های اولین
پیش آمد عید نوروز می باشد. همین بعد از 50 شب روز عید نوروز رو مردم جشن میگیرند. لیکن ان ساده معناش همین که با همه عید نوروز تیاری دیدن است. با یک سخن قدر و اعزاز نمودن قدرت‌های ملی، ارزش‌های قدیمی اجدادان از فضیلت‌های خاصه مردم ما به شمار می‌رود و این لحظه می‌توان گفت که از جانب مردی روشن ضمیر، انسانی نیکسریشت، اکای طالب جان گرامی داشت گردیدن یک آیین قدیمی خاصی اجدادان ما، این نمونه برجسته احترام به گذشته ملت است. زین رو امید بر آن داریم که به طفیل چنین اشخاصی میهن پرست و دوراندیش، رسم و آیین‌های ملی، ارزش و قدرت‌ها باز سال و قرن‌ها ادامه خواهد یافت. پیر شوی در غم تو پیر شدم، پیر شوی در غم تو پیر شدم، از زندگانی سخت دلگیر شدم، از زندگانی سخت دلگیر شدم. کاش تو را ندیده بودم ای کاش، نه مهری تو ورزیده بودم ای کاش، نه مهری تو ورزیده بودم ای کاش. کاش که ندیده بودم وای وای، چون تو کجا دیده بودم وای وای. کاش که ندیده بودم وای 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 وای، چون تو کجا دیده بودم وای وای. با بستانی جهان یک گل زردم من، با بستانی جهان یک گل زردم من، سینه لبا لب زیغم لب زی دردم من، سینه لبا لب زیغم لب زی دردم من. پیر شوی در غم تو پیر شدم، پیر شوی در غم تو پیر شدم، از زندگانی سخت دلگیر شدم، از زندگانی سخت دلگیر شدم. کاش تو را ندیده بودم ای کاش، نه مهری تو ورزیده بودم ای کاش، نه مهری تو ورزیده بودم ای کاش. کاش که ندیده بودم وای وای، چون تو کجا دیده بودم وای وای. کاش که ندیده بودم وای 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 وای، چون تو کجا دیده بودم وای وای. چرا با دل بی سبب میزنی خنجر بی ترس، چرا با دل بی سبب میزنی خنجر بی ترس. ترس بیدار از خدا ز روز محشر بی ترس، ترس بیدار از خدا ز روز محشر بی ترس. پیر شوی در غم تو پیر شدم، پیر شوی در غم تو پیر شدم، از زندگانی سخت دلگیر شدم، از زندگانی سخت دلگیر شدم. کاش تو را ندیده بودم ای کاش، نه مهری تو ورزیده بودم ای کاش، نه مهری تو ورزیده بودم ای کاش. کاش که ندیده بودم وای وای، چون تو کجا دیده بودم وای وای. کاش که ندیده بودم وای وای
وای وای وای وای چون تو کجا دیده بودم وای وای چون تو کجا دیده بودم وای وای چون تو کجا دیده بودم وای وای